پیوندان بزرگمیر یوروف ادوکات زندانی توجک میگویند بعد ارسال یک نامه از داخل زندان او را برای 2 هفته به بازداشتگاه جریموی یا شیزو انتقال دادند. 2 هفته پیش بزرگمیر یوروف از داخل زندان به پیوندانش نامه فرستاده جزئیات پرونده نو علیهش را شرح داده بود. معمولا بازداشتگاه های جریموی یا شیزو اتاق است در داخل زندان که محبوسان را برای نقض قاعده های محبس در شرایط سختتر و تنها نگاه می‌دارند. پورینسا اسحاقова مادر بزرگمیر یوروف روز 9 مای در صحبت با رادیو آزادی گفت که 4 روز پیش به پسرش غذا آورد ولی پاسبانان زندان قبول نکردند. آنها به من گفتند که بزرگمیر یوروف به اتاق جریموی برده شده است و هیچ چیز قبول کردن نمی شود. پرسیدم برای چی به شیزو بردید؟ چیزی نگفتند. خانه آمدم و گریه کردم. من 5 سال است که او را ندیدم، میگوید مادر بزرگمیر. مسئولان بازداشتگاه رقم 1 در دوشنبه و سرریاست زندانهای وزارت عدلیه به زنگ‌های رادیوی آزادی پاسخ ندادند. جمشید یوروف برادر بزرگمیر میگوید احتمال سبب اصلی به اتاق جریمه بردنش نشر نامه‌اش درباره جزئیات پرونده است که مقامات آن را مخفی اعلام کرده بودند. او گفت تا جای آگاه یافتم بزرگمیر تا روز 15 مای در آنجا میماند. بزرگمیر یوروف در نامه خود که نسخه آن در دست رادیوی آزادی شد نوشته است پرونده نو نسبت به او با جرم قلابی و بر اساس شکایت یک محبوس با نام حسن حسنوف باز شده است. این محبوس ادعا کرده است که بزرگمیر یوروف از پیوندان او با وعده آزادی حسنوف از محبس و پیشنهاد کمک حقوقی 42500 سومونی گرفتند. جمشید یوروف رئیس بنیاد بزرگمیر به رادیو آزادی گفت که این نامه را بزرگمیر 1 ماه پیش بعد انتقال از محبس پوشیده یا نظامش سخت‌تر به بازداشتگاه موقتی رقم 1 نوشته است. به ادعای حسنوف عائله او تقای و باغ گل ماه اپریل سال 2022 به نزدیکان از جمله به خواهر و همسر بزرگمیر قسمی از پول یا 15000 سومونی داده است. تلاش رادیو آزادی برای صحبت با همسر حسن حسنوف نتیجه نداد. بزرگمیر یوروف در نامه‌اش از تفتیشات خواسته است او را با دعواگر حسن حسنوف روبرو کنند و به نزدیکانش همچون شاهد اجازه شرکت در رفت تفتیشات دهند. مقامات تفتیشاتی به این اجازه نداده است. جمشید یوروف حقوقشناس و برادر بزرگمیر میگوید بر اساس قانونگذاری تاجیکستان پرونده قلابی ضرورت به امور مخفی ندارد. به گفته او دعواگر حسن حسنوف که سال 2018 به 26 سال زندان محکوم شده است برای آنها ناشناس نیست و در گذشته به سازمان بنیاد بزرگمیر نامه نوشته درباره زندانها خبری میداده است. جمشید یوروف بر این است که محبوس حسنوف زیر فشار مقامات ضد بزرگمیر بیانات داده است. این پرونده 4م علیه بزرگمیر یوروف 52 ساله است و سال 2015 دستگیر و در عموم به 28 سال زندان محکوم شد. خودش همواره گفته است که گناه ندارد. یک کمیته سازمان ملل متحد محاکمه او را ناعادلانه خواند و از حکومت تاجیکستان خواست بزرگمیر یوروف را آزاد کنند. مقامات پیشنهاد را نپذیرفتند.